يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. این فرائض ها. ثم قال الا ادلك على ابواب الخير. این فریضه ها اکن گفت که میخواهی که من توی چی دلالت کنم به ابواب الخير، باب های خیر. یعنی غیر از فرائض چی با مستحبات های نوافل های. فهمدید؟ یعنی این فقط چه فرض جا باور اکن، بعض فرض چه سنت و نوافل باید که جا بیاره، سنت و نوافل جا باید که بیاره. هم به حدیث صحیحین ده حدیث اومده، حدیث شریک حدیث صحیح بخاری ده تفرد به بخاری رحمه الله دون مسلم. بخاری رحمه الله رواه من حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ما لا يزال عبدي يتقرب إلي لا حديث لا نعم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نگرید، یعنی همین انده، یعنی بهترین چیزی که میگوید الله تعالی بنده من به نزدیک میشود این چیز چه؟ فرائض ها، فرض ها. مثل همین حدیث گذشتگی، یعنی شهادتین، نماز خواندن، زکات دادن، روزه ماه رمضان داشتن، حج بیت الله کردن. سونه چی بعد از این؟ سونه نفل های جابه میبیارند. سونه نفل های جابه میبیارند. همین نفل های انجام داده همه کند که من چی میکند؟ الله تعالی من میگه و دوست میدارم. علمین اولیاء ها هم به شیخ الاسلام حدیثه چی گفت؟ اشرف حدیث رویه فی باب اولیاء الله. علمین بهترین صحیح ترین حدیثی که باب اولیاء به روایت شدگی علمین چیز. اولیاء نه که این آسمان اند پریده میگرد، بالای بحر اند دویده میگرد، این نه، یعنی شمشیر گرفته خودش زده زنده میکند، این نه. اینا شیطان های، اینا جادوگر ها، اینا اولیاء ها نه. اینها اولیاء ها که به دست یعنی فرض های جا باوره، سونه چه نفل های جا میبیارد. الصوم جنه، یعنی ماه رمضان 30 روز 29 روز. انکو غیر از وای با دیگر روزه ها هست، با غیر دیگر روزه ها هست. روزه نفل یعنی روز عاشورا، در 9 10 محرم، عرفه برای آدمی که حج نکرده روزه چی؟ عرفه. و روزه های ایام البیض 13 14 15 و روزه های خمیس و اثنین، پنجشنبه دوشنبه. مثل همین روزه ها هم به چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم؟ الصوم جنه. چی قدر روزه چی؟ داوود علیه السلام یک روز روزه میداره، یک روز نمیداره. هم به گفت که رسول صلی الله علیه و سلم الصوم جنه. جنه یعنی سپر، ترس یعنی سپر شید یعنی همین سپر. تو چی میکنی؟ سپر که سپر وقتی که هم به می‌نگریم سپری که عهد رسول صلی الله علیه و سلم منده بود، یعنی تمام جسد مقاتل چی میگرفت، یعنی میدانه بود تمامش چی بود، یعنی قریب دروازش 2 متر، قریب 1.5 متر میشد. یعنی علمی خیلی چی میکند؟ یعنی جنگاور، مقاتل جنگاور خودش از چی؟ از تیر دشمن چی میکند؟ یعنی حمایه میکند. فهمدید؟ حمایه میکند. انا این سپر روزه کتی از چی خودت حمایه میکنه؟ از گناه ها. هم به الله تعالی چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم یعنی تتقون. یعنی روزه به سبب روزه چی با حاصل میشود؟ تقوا چی میشد؟ یعنی شما از گناه دور میکند. یعنی تو روزه تو چی میشد؟ یعنی روزه برای تو سپر از چی میشد؟ از گناه ها در دنیا و در آخرت. سپر از چی؟
از دوزخ، از آتش. یعنی حتی آتش بینید هم پژارنی‌ها وقتی که میرن دستاشون چی میشد؟ شیت میشد. حتی هم پژارنی‌ها هم چی شیت دارن، یعنی از چی هم آتش خودش نگاه می‌دارن. یعنی الان خیل اگر مثلا که دنیونده که سپر نداشته باشه، آخرت هم چی میشه؟ یعنی به سپر میمونی. جهنم و دوزخش چی میسوزونه توی. هم به روایت حتی النسائی احمدان اومدگینده میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم الصوم جنة نعم فلا تخرقها، فلا تخرقها. تخرقها یعنی بچه خرق، یعنی شکاف. شکاف میگه ما سپر شکاف نکن. بچه شکاف. ابو وائل میگوید که خرقها بالغیبت و رقعها بالاستغفار. رقع یعنی دوختن، گره، دربه میگم. دربه میگم چی میگم؟ یعنی کرت درات میمونید که چی؟ چی میگم؟ ها؟ دربه، یموخ. ها؟ چیه؟ پویگه میگن. چی میگم؟ علمی فهمیدیم یعنی. رقع یعنی ها؟ چی کردن؟ دیگه همین یعنی چی میشه؟ یعنی با غیبت، نمیمه، دروغ، جنجال، جدال ها، به همین شیرها چی سپره چیکار میکرده؟ شکاف میکنی. باید همین که پیدا شد باید کس مباشرتا چی استغفار کن. از شاهد هم به چی صوم چی بده است؟ یعنی جنه بده است، سپر بده است. سپر بده است همین با سپر. والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الصوم جنه. این حدیث صحیحین عنده اومده، حدیث ابو هریره عنده، بخاری مسلم عنده. والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. یعنی هر دو من چیز صدقه چی میکند؟ خطیئه. خطیئه یعنی گناه های میکشد، خیلی که آب آتش میکشد. آتش با آب بزنه چی میشد؟ چی میشد؟ نابود میشد آتش. علمی خیل گناه های چی نابود میکند؟ صدقه. صدقه صدقه چی میکند؟ یعنی و صدقه تو برهانم. صدقه چی بوده است؟ برهان. و همین گناه های چی میشد؟ کفارت میشد. یعنی گناه ها با روایتان چی اومده که حدیثانده و صدقه تو تطفئ غضب الرب. صدقه غضب الله تعالی چی میکند؟ یعنی پاس میکند. یعنی نعم 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 نفل زکات یعنی وای فرض. سن بود دیگه صدقه های. صدقه مثلا نه آدم هر بار صدقه دادن چه دادن، یعنی همین به علی ابن حسین زین العابدین، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نیبره رسول صلی الله علیه و سلم، ریحانه فرزند ریحانه رسول صلی الله علیه و سلم، فرزند حسین ابن فاطمه. همین زین العابدین چیکار میکرد؟ شبانه شبهای برد، همین شبهای خنکنده، وقتی که خنکنده همه خلاص نمیشه، همه خوننده میشد. یعنی همین خیلی که همین چیکار میکند؟ یعنی گرفته امروی خودش نان خوردنی همین چیزایی گرفته خونه فقیرها برده دراشون چی میموند. دراشون چی میکرد؟ یعنی میموند. یعنی هر روز دعبش همین بود رحمه الله، به همین چیز مشغول بود. یعنی هم به همین چیز چی بود؟ یعنی مشغول بود. تا زنده بود نمیدونستن همین چیزا، این کی میبیارد این چیزا، هم حیرت اند. بعد از وفاتش سون این گپ برآمد، یعنی که این کی از کی بود؟ یعنی از علی ابن حسین. سبحان الله. امروز اگر یک درهم اگر صدقه کند، یعنی یک امت میفهمد. نه وای خرد سال بود، یعنی چی کردن؟ عفو کردن. بالعکس یزید یعنی اکرام مکرم کرد، چه مدینه به فرستانید. یعنی مدینه به چی کرد؟ یعنی اینا مدینه به گشت آمد. یعنی حتی این رد میکردم که با عبدالله ابن حنظله ابن ابی مطیع که یزید سال 60 منده، یعنی حره واقعیشند خروج کردن که اینا یزید به همیننده، یعنی زین العابدین و یا به سختی رد کرد. یعنی این کارشون به حتی مثلا چی داشته گرفته از مدینه مکه برفت. یعنی وقتی که یعنی خروج به چی زید بود. یعنی چی میگید؟ نه طبعا صغایر یعنی صغیره ها، یعنی گناه. اما کبیره کبایر چی به کبایر چی به محتاج گفتیم؟ یعنی استغفار به و توبه استغفار به محتاج.
وصلاة الرجل من جوف الليل كذلك يعني صلاة الرجل من جوف الليل. جوف الليل يعني داخل يعني جوف گفته چی میگیم؟ داخل شی، همین چقوری بین مبینی، همین چقوری شبانده و کذالک چقوری شبانده که انسان که نماز میخوند و نمازش هم به سببش چی؟ یعنی خطیئه گناهش میشه، یعنی بخشیده میشه. لا شک قیام اللیل یعنی اجرش عظیم. همین وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم یکم بار وقتی که مدینه به روزی اومده چی گفت؟ گفت که علیه الصلاة والسلام حدیث عبدالله ابن سلام الاسرائیلی ابو یوسف، حدیث ترمذی ده، گفت که علیه الصلاة والسلام همین حدیث تا حاضر یعنی چند سال ها باز همین در آمد مدینه از طرف تبوک اومده استید، در آمد مدینه بنویسته مونده یعنی همین اند رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که اطعموا الطعام و افشوا السلام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا جنت ربکم بالسلام. یعنی گرسنه ها به طعام تید، سلام نشر کنید و داخل شب بین شب نماز خونید حالا که آدم ها خوابند، علمی چیز که شما جنت الله به سلام میدروید، به سلام میدروید. نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى ای تتباعدو، یعنی چی میکنن؟ مضاجع خوابگاه هاشون، یعنی همین خوابهای شیریننده، شبهای خنوکنده چی میکنن؟ یعنی پهلوهاشون چی از خوابگاه چی دور میشد. یعنی خواب یعنی وقت خنوک، خواب شیرین، لذت خواب یعنی جنوب پشتهاشون پهلوهاشون، یعنی آدم با پهلو خواب میکند که همین چی میکنن؟ تتجافا دور میکنن، یعنی پهلوهاشون از خوابگاهشون چی دور میکنن. یعنی این کار هر کس نه، یعنی خوابگاه چی میکند؟ میکشد آدم خودش، بلکه اینا چی میکنن؟ خودشون دور میکنن از این چیز. نعم.